آژیر پلیس که توی کوچه باریک و تاریک پیچید، رویا فهمید که همه چیز تمام شده است. بچه کوچکش توی بغلش گریه میکرد و بچه بزرگترش با ترس به در حیاط زل زده بود. رویا نگاهی به پله‌های سیمانی و باریکی انداخت که به پشت بام ختم می‌شد. همان پله‌هایی که تا چند ساعت پیش امید و تکیه‌گاهش از آن بالا رفته بود، اما دیگر هرگز به پایین نیامد. سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان. به دنیای قصه ها با الهام خوش آمدید. تا حالا شده توی زندگیتون توی دوراهی قرار بگیرید، از اون دوراهی‌هایی که عقلتون میگه نه اما دلتون یا شرایط مجبورتون میکنه که بگید آره؟ چقدر تاوان دادید پای تصمیمی که از همون اول میدونستید اشتباهه ولی به خاطر دلسوزی انجامش دادید؟ امروز میخوام قصه زنی رو براتون تعریف کنم که دقیقاً چوب همین دلسوزی ها رو خورد. قصه آدم هایی که شاید همین الان توی همسایگی ما هستن و با چنگ و دندون دارن زندگیشون رو حفظ میکنن. بریم بشنویم ببینیم چه اتفاقی افتاد و چرا گاهی نباید ما در خونمون رو به روی کسایی باز کنیم که حتی همخونمون هستن. خب عزیزان، اگه از این داستان ها خوشتون میاد لطفا این کانال رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ داستان. رویا زن جوانی بود که روزگار خیلی زود روی سختش رو به اون نشان داده بود. با یک بچه کوچک بیوه شده بود و صبح تا شب در یک کارگاه خیاطی کار میکرد تا بتونه شکم خودش و بچهش رو سیر کنه. زندگی برای یک زن تنها با یک فرزند، اون هم توی جامعه‌ای که پر از نگاه‌های سنگین هست، مثل راه رفتن روی لبه تیغ هستش. ولی در همین روزهای پر از سختی و تنهایی بود که سعید وارد زندگی اون شد. سعید مردی بود تقریباً همسط خود رویا، کارگر یک کارگاه نجاری بود. دستش به دهانش میرسید و از همه مهمتر رویا را از صمیم قلب دوست داشت. وقتی سعید بحث ازدواج با رویا را پیش کشید، خانواده‌اش آسمان و زمین را به هم دوختند. اما سعید پای حرفش ایستاد و با تمام مخالفت‌ها، با تمام طعنه‌ها و حرف‌های نیشدار خانواده‌اش رویا را عقد کرد. زندگی جدید سعید و رویا شروع شد. سعید با بچه رویا مثل پدر رفتار میکرد. روزها کار میکرد و شبها به خانه برمیگشت. همه چیز داشت روی غلطک میافتاد که ناگهان یک خبر آرامش این خانواده کوچک را برهم زد. بله دوستان عزیزم، برادر رویا به نام رضا از زندان آزاد شد. رضا از همون بچگی کله شق بود، شرور و داغون بود، همیشه دنبال دردسر میگشت و آخر سر هم به خاطر یک دعوای خونین چند سالی آب خنک خورده بود. از آنجایی که رویا و رضا پدر و مادرشان را سالها پیش از دست داده بودند، رضا بعد از آزادی هیچ جا و مکانی نداشت. رویا وقتی برادرش رو پشت در خانه دید، تمام تنش لرزید. او رضا را میشناخت، میدانست که رضا یعنی درد سر. به سعید گفت سعید من راضی نیستم، این بیاد توی خونه ما و با ما زندگی کنه. این آدم بشو نیست و زندگی ما را برهم میزند. اما سعید ذاتاً آدم دلرحمی بود. گفت ای بابا رویا، برادرته، پدر و مادر که ندارید، از زندان هم که تازه آزاد شده، کجا بره؟ بذار بیاد یک مدت اینجا بمونه و کار کنه، بعد میره دنبال زندگیش. من که نمیتونم برادر زنم رو آواره کوچه و خیابون کنم. دوستان عزیزم،
تا اینجای قصه اگر با رویا همزاد پنداری کردید یا توی زندگیاتون آدمی مثل رضا داشتید که مخل آرامشتون بوده، لطفا همین الان ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها برام بنویسید که شما اگر جای سعید بودید اجازه میدادید رضا وارد زندگیتون بشه؟ حتما نظراتتون رو میخونم. یادتون نره لایک و کامنت های شما به من انرژی میده تا قصه های بهتر و واقعی تر رو براتون پیدا کنم و بخونم. بله دوستان، با اصرار و دلسوزی سعید، رضا وارد خانه آنها شد. مدتی گذشت. در همین حین رویا از سعید باردار شد و یک نوزاد زیبا به دنیا آورد. حالا خانواده آنها شده بود 4 نفر و با حضور رضا 5 نفر در یک خانه کوچک زندگی می‌کردند. اما رضا نه تنها دنبال کار نرفت، بلکه کم کم شروع کرد به پررویی کردن. رفیق‌های نابابش را تا دم در می‌آورد، صدای عربده‌هایش در خانه می‌پیچید و بدتر از همه مدام از سعید و رویا پول تو جیبی می‌خواست. سعید که میدید آرامش خانواده‌اش برهم ریخته، چندین بار به رضا تذکر داد. اما رضا که هیچ احترامی برای کسی قائل نبود، با لحن تندی جواب سعید را میداد. تا اینکه آن شب شوم فرا رسید. سعید خسته از کار برگشته بود و رفت بالای پشت بام تا از انباری پشت بام وسیله‌ای برای ماشینش بیاورد. رضا که آن شب بدجور عصبی بود و پول لازم داشت، پله ها را 2 تا 1 به سمت بالا رفت. رویا که پایین مشغول خواباندن نوزادش بود، ناگهان صدای داد و بیداد وحشتناکی را از روی پشت بام شنید. رضا فریاد میزد پول بده، من پول احتیاج دارم. و سعید جواب میداد به خدا که ندارم و این پولی هم که هست پول شیر خشک بچه است. رضا برو پایین و شر درست نکن. ولی ناگهان صدای درگیری بالا گرفت. رویا بچه کوچکش رو روی زمین گذاشت و با وحشت به سمت پله ها دوید. اما قبل از اینکه به بالا برسه، صدای یک ضربه محکم و بعد سکوتی مرگبار همه جا را فرا گرفت. وقتی رویا به بالای پله ها رسید، صحنه‌ای رو دید که تا آخر عمر از جلوی چشمانش پاک نمی شود. سعید روی زمین افتاده بود و سرش به لبه تیز کولر خورده بود. خون تمام موزاییک‌های پشت بام را فرا گرفته بود. رضا با چشم‌های گشاد و وحشت زده چند ثانیه به جنازه سعید نگاه کرد و بعد بدون اینکه حتی به التماس‌ها و جیغ‌های خواهرش توجه کنه، از روی لبه دیوار پشت بام همسایه پرید و فرار کرد. ما کار از کار گذشته بود. سعید تمام کرده بود. مردی که تنها پناهگاه رویا و بچه‌هایش بود، به خاطر دلسوزی خودش و ذات خراب برادر زنش زیر خروارها خاک رفت. رضا فراری شد و پلیسا هنوز دنبالش هستن و رویا ماند تنها تر از همیشه. این بار نه با یک فرزند، بلکه با 2 بچه‌ای که بی پدر و کوهی از حسرت و پشیمانی براش گذاشت. دوستان و همراهان عزیزم، اگر رویا و سعید از همون روز اول قاطعانه می ایستادن و در خونه‌شون رو به روی آدمی که ذاتش درست نمیشه باز نمی کردن، شاید امروز سعید در بین ما بود و این خانواده با تمام سختی‌ها به زندگیشون ادامه میدادن. گاهی وقتا دلسوزی‌های بیجا مثل آب دادن به یک علف هرز میمونه. آخرش ریشه گل‌های باغچه زندگی خودمون رو خراب میکنه. امیدوارم هیچ وقت تو زندگیتون مجبور نشید به انتخاب‌های این چنینی و همیشه درهای زندگیتون رو فقط به روی آدم‌های درست باز کنید. ممنونم
ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و اگر از این داستان‌ها و این مدل داستان‌هایی که براتون تعریف کردم که واقعی هستن خوشتون میاد، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای کسایی که فکر میکنید نیاز دارن این حرف رو بشنون بفرستید. تا یه قصه دیگه و یه درس زندگی دیگه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.